درود به شما دوستان عزیز. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این آموزش میخوام یادتون بدم که چطوری آسانس گیری کنید از پوست پرتقال. روش‌های مختلفی برای آسانس گیری از پوست پرتقال هست، ولی شما نسبت به اون هدفی که دارین از اون آسانس و صارفی که میخواید استفاده کنید باید اون روش رو انتخاب کنید، چون چند روش برای آسانس گیری از پوست پرتقال هست و بتونید هدفتون رو مشخص کنید و به این شکل برید اون حالا یا دستگاهش رو تهیه کنید یا به اون روش شما آسانس گیری رو انجام بدید. من اینجا با دستگاه کلیمنجر آسانس گیری انجام میدم. راجع به این دستگاه توضیح قبلا دادم، ولی کن روش های دیگر رو هم یک توضیحات جزئی میدم تا شما بتونید اطلاعاتتون بیشتر بشه. ببینید، برای که آسانس خالص‌تری داشته باشید بهتره که پوست پرتقال کامل مثل من نریزید. اینجوری بهتره فقط همون قسمت نارنجیش رو پوست بگیرید و بریزید داخل این بالون، داخل این مخزن، تا آسانس با کیفیت تری داشته باشید. در ویدیو قدیم من توضیح دادم کار کردن با دستگاه کلیمنجر رو، اونو میتونید برید ببینید. یک توضیحات جزئی من اینجا میدم که شما یه مقدار آشنا بشید با استفاده از این دستگاه. شما پوست پرتقال داخل این مخزن میریزید و 2/3 رو آب میکنید. آب مقطر بهتره باشه و میذارید روی اجاق القایی و زمانی که آب مقطر به جوش میاد آسانس رو از اون پوست پرتقال جدا میکنه و هم میکنه به اون سمت دستگاه کلیمنجر میبره بالا و از اون سمت به داخل اتاق سرد رو از این پایین قسمت کندانسور وصل میکنید و آبی مخزن و این کندانسور رو پر میکنه و از قسمت بالا خارج میشه و باعث میشه که این کندانسور اون آب مقطر تقطیر شده همراه با آسانس رو خنک کنه و به پایین هدایت کنه که بتونید از اونجا دریافتش کنید. اونجا خنک میشه، اون بخار آب مقطر خنک میشه و آسانس و اون آب تقطیر شده به پایین لوله هدایت میشه و اینجا شما میتونید اونو دریافت کنید. آسانس معمولا چون یه مقدار چگالی کمتری داره بالای آب مقطر هست و شما اول آب مقطر خارج میکنید و بعد آسانس رو میتونید استخراج کنید. اینو بدونید که آسانس پرتقال خالص خیلی گرونه و برای همین استفاده از دستگاه کلیمنجر برای دریافت آسانس با خلوص بسیار زیاد معمولا خیلی رایج هست. حالا بستگی به نوع پرتقالتون معمولا مقدار آسانسی که شما میتونید دریافت کنید معمولا از هر 100 گرم پوست پرتقال بین نیم تا 2 میلی لیتر شما آسانس میتونید دریافت کنید. اگر 1 کیلوگرم پوست پرتقال داشته باشید حدوداً 20 میلی لیتر شما میتونید آسانس دریافت کنید. اگر که 5 کیلو پوست پرتقال داشته باشید حدود 25 تا 100 میلی لیتر میتونید آسانس دریافت کنید. یکی دیگه از روش‌های استخراج آسانس پرتقال
با روش فشار سرد هست که حالا شما میتونید حالا به صورت خانگی انجام بدید یا حالا به صورت صنعتی و ماشین‌های هیدرولیکی، دستگاه هیدرولیکی فشار سرد هست که میتونید تهیه کنید این کار رو انجام بدید. روش خانگیش رو من به شما توضیح میدم. اینجا روی تصویرم توضیحاتش رو میذارم تا متوجه بشید. با روش فشار سرد معمولا برای آسانس، برای اینکه آسانس عطرش کامل از بین نره، معمولا از این روش استفاده میکنن. خب مرحله اول باید خوب پوست پرتقال شما بشویید، پوستگیری کنید. بهتره که با یک رنده ریز این کار رو بکنید یا با این پوستکنایی که تو بازار هست از اونا بگیرید استفاده کنید. بگیرید خوب اینو ریز کنید، بکنید پوستش رو، قسمت نارنجی رنگ رو باید بکنید. مرحله دوم باید اینو له کنید تا بتونید استخراج کنید آسانسشو. پس با یک گوشتکوبی یا دست هاونگ اینو میکوبید و خوب لهش میکنید تا اون آسانس در بیاد دست آخرین. بتونید خوب لهش کنید، فشارش بدید، زیر یه فشار سنگین قرارش بدید. مرحله بعدی اون آسانس رو، اون باید آسانس له شده رو باید از یک پارچه تمیز رد کنید. مثل گرفتن آب پنیر اگه این کار کرده باشین تا حالا، باید اون رطوبت رو خارج کنین، اون آسانس، اون محلول خارج بشه از اون تفالش. مرحله بعدی اینه که اینو داخل یک شیشه بریزید، نه برای نگهداری، فقط برای اینکه چند ساعتی بمونه یا حتی یک شب داخل یخچال بذارید که بوش هم در نره، درشو ببندید. معمولا خود آسانس چون سبکتره میاد بالا و میتونید اونو با قطره چکان یا با یک قاشق بردارید و جدا کنید. مرحله آخرم اینو باید داخل یک شیشه تیره‌ای با یک قیف ظریف ریزی میتونید بریزید و نگهداری کنید، چون معمولا داخل شیشه تیره یا آبی رنگ یا قهوه‌ای رنگ آسانس‌ها رو نگه می‌دارن. داخل اون میریزن، درشو میبندن، داخل یک جای خنک نگهداری میکنن. معمولا هم 6 ماه ماندگاری داره، چون آسانسی که شما با روش فشار سرد میگیرید معمولا ماندگاریش از آسانسی که با کلونجر گرفتید کمتره و مثل اون به اون صورت آنتی باکتریال نیست. در حال این روش هم یه روش برای آسانسگیری هست و معمولا یه مقدار مقرون به صرفه تره، چون مقدار آسانسی بیشتری میده، ولیکن برای دارویی نمیشه استفاده کرد. معمولا برای عطر استفاده میشه و شما برای یه سری مصارف میتونید از این استفاده کنید که کاربردی هم هست. امیدوارم شاد و پیروز باشید و این ویدیو به کارتون اومده باشه. موفق باشید.